امروز میخوام برم شرکت زرماکانون و بار بزنم برای شهر زیبای همدان. اگر دوست داری میتونی تو تمام مسیر کنار من باشی و مراحل بارگیری رو ببینی. اگر میخواید توی شرکت زر بار بزنید باید وارد این محوطه بشید، یعنی زرترابر. اینجا که وارد شدید اطلاعات خودتون و ماشینتون رو ثبت میکنید و آماده میشید برای بارگیری. ماشین رو باید جوری پارک کنید که دوربین راحت پلاکتون رو بخونه که شما برید پایین و کارتتون رو بگیرید. میشه حدوداً کنار پله ها. کارت ورود رو میگیرید. توی کارت ورود اطلاعات خودتون، ماشینتون و محل تخلیه‌تون ثبت میشه. ماشین رو پارک میکنید، میرید توی اون قسمت برای گرفتن بارنامه. اینجا دفتر زرترابره، جایی که بارنامه رو بهتون تحویل میدن. بعد اینکه بارنامه رو گرفتین باید توی ماشین منتظر بشید که براتون یک پیامک بیاد که شما نوبتت رسیده و میتونی بیای حراست. بعد از اینکه پیامک اومد میریم جلوی حراست توقف میکنیم، جوار رو پلم میکنن. همین کارتی که داریم رو میبریم روی شیشه، یه علامت قرمز داره میچسبونیم اونجا، اطلاعات خروج رو میگه. میریم سمت چپ پایین به سمت بارگیری. اولین خیابون سمت راست محوطه بارگیری و تخلیه است، یعنی خود شرکت زر. وارد این خیابون که شدیم در انتها دست چپ میشه شرکت زرترابر. کارت رو بچهای حراست میدیم، ورودمون رو به شرکت تایید میکنن. اینجا میریم روی باسکول، باز همون کارت رو میبریم روی شیشه میچسبونیم که بهمون بگه سمت چپ بار بزنیم یا سمت راست. به من گفت برو سمت چپ بارگیری کن. رفتم کنار سکو بارگیری کردم و بعد از اینکه بارگیریم تموم شد اومدم توی باسکول خروجی. اینجا باسکول خروجه. کارت رو با خودتون باید ببرید پایین به اضافه بارنامه. روی باسکول که توقف کردین کارتتون به اضافه بارنامه رو با خودتون میبرید که اون جلو لازم میشه. باید برید کنار شیشه. بعد اینکه رسید کنار شیشه اول کارت رو میزنید روی شیشه. بعد از اون خب حالا بارنامه‌تون رو میچسبونید روی شیشه، اطلاعاتی که نیاز داره برمی‌داره و خروج شما رو تایید میکنه. مثل اون آقا کارمون تمومه دیگه، حالا باید چادر بکشیم. میام شروع میکنیم به چادر کشیدن. حدوداً 10 دقیقه رو 20 دقیقه زمان میبره و تو این زمان برگ خروج شما میاد و شما میتونید خروج کنید. اینم برگ خروجای من. حالا میتونم خروج کنم. توی این زمان به اضافه چادر یه دور لاستیکم زدم که جیگرم حال بیاد. بابا به به. حالا میایم تو صف خروج. اینجا خروج میکنیم از شرکت. خود شرکت کارت و باسکول رو از شما میگیره. اگر میخواید یه عکس از باسکول بگیرید چون برگ باسکول ندارید تو راه. اینجا هم خروج کردیم از شرکت که بریم به سمت شهر زیبای همدان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بابا به چه جیگریه این ماشین. به به.